سلام از ادب خدمت شما عزیزان. بچه‌ها، هنرجوی عزیزمون یک بیس از قبل کار شده آورده بود که می‌خواستیم پتینه‌ش رو تغییر بدیم. از رنگ رد اکسید و یک مقدار رنگ اوکر استفاده کردم. با ترکیب این دو بیسم رو رنگ‌آمیزی کردم. کاملا زمان دادیم رنگ روی بیس خشک بشه. بچه‌ها، کد رنگ ها اصلا مهم نیست و شما میتونید از هر برند و کد رنگی که دارین استفاده کنید. من از ماوی برند کادس استفاده کردم. رنگ آبی هستش، یک مقدار رنگش سیره. روی بیسم میزنم. میتونید تاچتون رو پر یا کم بزنید. با توجه به نتیجه اتمام کار میتونید انتخاب کنید که رنگ آبی رو چند اندازه روی بیس داشته باشید. از واکس اسپرسو و واکس کهنه‌کاری مشکی استفاده میکنم. اول واکس مشکی رو روی بیس میزنم، بلا فاصله پودر بچه روی بیس میپاچم و اضافی پودر بچه رو از روی بیسم میگیرم و باز مجدد با رنگ اسپرسو و رنگ مشکی یک تاچ روی کار میزنم. میتونید واکس مشکیتون رو بیشتر کنید که من اینجا ترجیح دادم واکس مشکی رو بیشتر روی کار بزنم. باز با توجه به بیس و مدلی که هنرجو دوست داشتن یک مقدار پودر بچه رو روی قسمت صورت اضافه کردم و اضافی پودر بچه رو گرفتم و مجدد تاچ زدم. و در نهایت از گلفینگر اشرفی یک مقدار استفاده کردیم و به صورت هایلایتر روی کار زدیم. امیدوارم آموزش رو دوست داشته باشید. حمایت فراموش نشه. خدا نگهدار.